كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کتب فرض شده به بالای شما القتال، جنگ کردن با کافرای متجاوز، و هو کره لکم در حالی که این امیر شما بد میبرین فطرتا طبیعتا، و آسان تکرو شین قریب است که چیز بد ببرین، و هو خیر لکم در حالی که بخیر شماست، و آسان تحبو شین و قریب است که شما دوست بدارین شین یک چیز را، و هو شر لکم در حالی که بشر و ضررتان است. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میداند شما علم ندارین. کتب علیکم القتال، قتال الله میگه فرض شدگی است به بالای شما. قتال چی؟ کفار. قتالی که با کفار انسان میکند این فرض شده در حالی که کره لکم، یعنی سخت تمام میشه. نفس تانی را خوش نداره، به خاطر که نفس هلاک میشه، زخمی میشه، انسان مال خدا دست میته، جان خدا، فامیلش میمانه، یعنی فطرتا بد میبره. تو نه که صحابه یعنی عقیدتا بد ببره، نه، در فطرت انسان کره مکروه است، مشقت است، تکلیف برتان، بر تکلیفتان، فطرتتان خوش نداره، طبیعتتان خوش نداره، اما کتبه فرض شده. اوجا ما شما خواندیم نه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الوصیه، کتب علیکم الصیام. حالا میگه کتب علیکم القتال، کلش یک قسم حکمه، ولی ایره بسیار مسلمان ها نمیکنن، نگاهش هم میکنن، چون که در نگاهش که هست قد تکلیف نیست، نه، آرامی است، وصیت است، قصاص هم نمیکنن، فعلا قصاص هم نیست، وصیت هم صحیح نیست، سیام یک سیام است و هم کم مردم، زیادش نه. قتال خو بسیار کم، نه یہ کل احکام الله را قبول کنی و کلش عملی کنی. و آسان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، قریب است که شما بد ببرین یک چیز در حالی که خیر است برای شما. ظاهر قتال انسان فکر میکنه که به خیر ما نیست، بد میبره، ولی الله میگه انجامش خیره، واقعا که بسیار دای خیر است. همین روزا که آمد در افغانستان حمله کرد، نه، اگر همین مسلمان های افغانستان قتال نمیکرد، نه، چی میشد؟ به خیر تمام شد، نه، مردی شهید، ماندی مانا. دیدیم که این ابرقدرتی که از الله منکر بود، از خالق منکر بود، از قیامت منکر بود، دین افیون ملت ها و زهر و تریاک میگفتن، دیندارا را پودری میگفتن. دیدیم که چطور الله شکستشان داد. و زندگی مردم هم خوب شد، هیچ مردم نمیفهمید، شعله طبقه و پرده طبقه همین اجرات کردن و نه اجرات شده، زندگی چه قوشاری شده، دین عام شد، در کل دنیا عام شد. اونم برکت جهاد افغانستان بود. خب از اینجا شروع شد، پایه هایش از اینجا شروع شد، در کل دنیا رفت. و آسان تحبوا شیئا و هو شر لکم، قریب است که شما محبت بکنین، دوست بدارین یک چیز را، و هو شر لکم در حالی که این به ضررتان است. خوش دارین مثلا که قتال نباشه، نه، در حالی که به ضررتان است، به شرتان است. مثلا کافر سرت حمله میکنه، به عزت و به ناموس یاد میکنه، وقتی قتال فرض نباشه چه خطرناک است. اما قتال که است، این کامیابی است، غنیمت است، شهادت است، هم دین است هم دنیا، هر دویش است. اگر که درباره قتال است، ولی در همه موارد همینطور است. مثلا یک کسی بندی میشه، خوش نداره، نه، آسان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، بندی خانه را خوش ندادی، به خیرت است. مریض میشه، فکر میکنه که به خیرم نیست، اما آسان تحبوا شیئا، میگی صحتمند باشم، قرار در خانه باشم، این بس شرط است. مریض که شدی متوجه میشی، توبه میکنی، بسیاری مریضا توبه میکنن، الله استغفر الله، توبه توبه توبه، چیق میزنن. یعنی مریضی نه، کافر میاد در خاک مسلمان، در ظاهر به ضرره ولی به خیر میباشه، به خیری که اون بیدار میشی، میخیزه مردم علیش. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله علم است شما علم ندارین. الله میفهمه عواقب امور که چی به خیرتان است چی نیست. این حالی که الله حکم کرد بر شما، الله صلاح دنیا را برتان میخواه، آخرت هم شما بدوین عمل کنین. شما خیرتان نمیفهمین. مثلا یک کسی میگه کاش که شراب حلال میبود، به خیر ما بود. الله میگه نیست، و چیزی را که شما خوش دارین به خیرتان نیست. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك سوال میکنن ای پیامبر است تو عن الشهر الحرام از ماه حرام حرمت با عزت قتال فی جنگ کردن در این ماه جایز است یا ناجایز سوال میکنن. قل بگو ای پیامبر قتال فی کبیر جنگ کردن در این ماه کبیر یعنی اسم کبیر گناه بزرگ است. و صد عن سبیل الله خوی گناه ولی دیگه گناه را هم گوش کو. و صد عن سبیل الله منع کردن مردم از دین الله این بسیار گناه اشکال و کفر بی کفر کردن به دین الله و المسجد الحرام منع کردن از مسجد الحرام و اخراج اهلی بیرون کردن اهلش منه از مسجد الحرام اکبر عند الله او خو کبیر بود این اکبر این بزرگترین گناه است پیش الله. والفتنة اکبر من القتل فتنه و کفر شرک کافر کردن مسلمان اکبر و جرمش بالاست من القتل از جنگ کردن در ماه حرام. ولا یزالون یقاتلونکم همیشه سی کافرها که با شما مؤمنین می جنگن تا که حتی تا این وقت می جنگن یردوکم که بازگشت بتن شما را مرتد بکنن عن دینکم از دینتان میخوان که از دینتان شما را بگردانن تا این وقت می جنگن. این استطاعوا اگر توانایی پیدا کنن ولی الله که توانایی برشان نمیته کم توانایی میده. اگر توان پیدا کنه یک مسلمان نمیمانه که در روی زمین مسلمان باشه. و من یرتد منکم عن دینه هر کسی که مرتد شد آل الله اجدار میته. کافر خو کار میکنه اگر تو مرتد شدی. هر کسی که بازگشت کرد منکم از شما مؤمنین عن دینی از دینش فیموت مرد و هو کافرون در حالی که کافر بود مرگش با کفر شد فاولئک اینمی کسا حبطت اعمالهم برباد شده اعمال نیکشان نماز روزه حج هر چی کرده بود برباده فی دنیا در دنیا و الاخرت در آخرت در دنیا می در آخرت و اولئک اصحاب النار اینمیا ملازمین آتش میشن آتش در وجودشان میچسبه هم فیها خالدون و همیشه در آتش میمانند. الله نجات بتی از ارتداد بسیار یک جرم کلان است مرتد کسی شوه. در سبب نزول ازیامی بود در این آیت یسألونک عن الشهر الحرام رسول الله صلی الله علیه و عبدالله ابن جحش روان کرده بود خب که چند نفر که تو برو دمو حالات چی را معلوم کن حالات مشرکین که چند نفر روان کرده بود. یک قافله آمد این قافله می تو تیر می شد قافله می رفت در این قافله این مشرکین بودن کافرها بودن. اینا فکر کردن که رجب بعضی میگه اولش داخل شده بود یا فکر کردن که آخر جمادی و ثانی است یک روز یعنی مانده با ماه حرمت. در دین اول خوی را بفهمین قابلا هم گفتیم که در 4 ماه جنگ کردن حرام بود. هم در دین مشرکین ایران هم دیندار بودن دین ابراهیمی داشتن به شرک تبدیلش کرده بودن هم در اسلام. و 4 ماه کدام بود ذوالقعده ذوالحجه محرم و یک یوم رجب. در 4 ماه جنگ حرام هیچ کس جنگ نکن این ماه را عزت کنین و هم میکردن مؤمنین هم. عبدالله ابن جحش قافله را دید آمد میخواست که حالات از اونا رو معلوم کنه فهمیدین جاسوسی میکردن به اسلام جاسوسی بسیار ثواب داره مکافر نه مکافر یک گناه داره ایمان تا مهندس میتی. اینا دیدن که قافله روانن گفتن برو ماه حرام داخل نشدن یک روز از اون ماه مانده حمله کردن 2 دانه را کشتن 1-2 تاش اسیر کردن مال چیزا گرفتن. یک دفعه کافر آخیستن این انتقادات هر جای دول زدن این مسلمان ها به دین خود وفادار نیستند. در ماه حرام جنگ شروع کردن این ماه حرمت این ماه را توجه نکردن. این اشتباهان شده بود نیست قصدی نبود اشتباهان بود. این گناهگار است مسلمان ها این چی حال است مسلمان ها دمی رادیوهای خدا نو دمی تلویزیون های خدا نو دم مطابق هم وقت نه در رسانه ها چنان کوبیدن این مسلمان ها بسیار خطرناک مردم بسیار تندرو هستند بسیار ایستند. مسلمان ها بدنام شد در بین مردم جگر خون شد ما چرا این کار کردیم چرا این تو شد چرا کاش که نمیکردیم سه که بدنام شدیم. الله یه روان کرد میگه این مهم نیست
این کافران میگن مثل که چج نیم غلبیل چقدر سوراخ داره. کوزه را گفت در تو 2 سوراخ هست. مسلمان ها را گفت شما در ماه حرام جنگ کردین، نفر کشتین. الله میگه از این که در کفر دیگه تو چقدر کفر کرده رایستی، تو چقدر گناه کلان میکنی. هیچ خودی کافر نه یک بم میپرته 1000 تا را میکشه. یک مسلمان که یک تارکت مرمی زد یا کت کارت زبش کرد چی میگه؟ بره واری کشتش میگه. نه حالی خو یک تا را کشته بره واری یا گوسفند واری نه و هم جرم کرده، جنایت کرده. و تو که یک بم میپرتی 1000 تا را میکشی، 200 تا طفل 100 تا زن است. هیچ اگر این مسلمان ناغلطایی یک کسی را یک زن از پیشش مرد نه، حال تو 1000 زن میکشی. هیچ این پرسان نیست. 1000 زن به عزت و تجاوز میکنی. هیچ یک مسلمان که یک دختر گرفت گریختان یا چی کرد یا کار کرد میگه دخترها ای تو میشن، زنها ای تو میشن. حال تو خوب بخی اونجا میبری تجاوز میکنی. هیچ اون پرسان نیست. با میگه اون خود گناه هست، اون خود سابق قصدی نکده ای کاره، ولی گناه خدا فکر کنین. واقعا همی کافره همی تو رست نه ببینی این قگه گب شا ای با چه حال میکنن. مثالایش برتان نمیگم. خب میفهمین شما همی اخبار دنیا را ببینین اونا میفهمین. یک دانه اسرائیلی میمره یهودی چی حال است نه؟ این روزهای قدر مردید تو شد کلش میخیز از هر تشویش میکنه. ما تسلی میتیم او کافر ای کافر. کل رئیس جمهورهای دنیا غزه را که بمبارد کرد 3000 نفر کشت، طفل پاکت پمپرش دعوا میره. هیچ نه هزار تشویش نه محکومیت نه کدام گپ. چوب موش مرده. یک کافر که کشتی جامعه مدنی همه میخیزه. سوال میکنن از تو اصحابت پیامبر از جنگ کردن در ماه حرام حلال است برشان یا نه؟ قل بگو قل قتال ماه حرام برتان گفتم حرام به معنی حرمت. قل بگو قتال فی کبیر جنگ کردن در گناه بزرگ است، لیکن از این که دیگه گناه است. و صد عن سبیل الله ایرام توجه منع کردن مردم از دین الله. این کار که میکرد کافرها میکرد. و کفر بی کفر کردن به دین الله، منع کردن از دین الله، کفر کردن به الله به وحدانیتش. و المسجد الحرام منع کردن از مسجد الحرام از مکه. مسلمانان را منع نکردن در سال 6 هجرت که رفت منع کردن و دیگه از مسجد کشیدندش. و اخراجهم خارج کردن اهل مکه منه از امی خود مسجد الحرام. رسول الله هم از پالی بیت الله است، خود حرم است. خانه رسول الله هم 100 متری حرم 100 متری کعبه است. از امی سایه حرم تولد شده. پیامبر نکشیدن، ابوبکر عمر عثمان یا نکشیدن، علی را بیرون نکردن. کلش این گناه از خانه و از خود مسجد الحرام میکشی. مردم قریش از خانهش از زندگیش است. اکبر و عند الله کل ذالک کل نمی بزرگتر از گناه و ذنبش پیش الله من قتل من قتلتم من المشرکین. الله میگه کافر که کشتین حربی آمد بلا ده پسش. این گناهی که یا میکنن او خود کافر است. این حال اگر شما جنگتان بسیار کلان میشمارین در ماه حرام و بفهمن که آنچه که اینا مرتکب میشن در حق مسلمان ها جرمش بسیار شنیع و بد است. اگر این مسلمان ها در ماه حرام یک 2 تا نکشته، شما که کارا کردین چقدر کشتین در مکه؟ سمیه اول زن علیه رحم کردن، همین کافر اولین کافر زن کشت، سمیه را شهید کرد. سر زن رحم نکردن، شوهرش شهید ساختن. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم. حال الله را گپ میگه پشت گپ از کافر میگه نگردین. والفتنه اکبر من القتل. فتنه یعنی فتنه مسلمان از دینش تا اینکه میگردانیش به طرف کفر بعد از ایمانش اکبر من القتل. جرم از بسیار بالاست از کشتن کردن. اکبر من قتل از قتل مومن. اگر مومن بکشی کم ولی از دینش میگردانی این بسیار خطرناک. یا فتنه شما که مسلمانان را در فتنه و کفر میپرتین از قتل شما کرده جرمش پایینه. اگر تو را میکشه تو کافرش میکنی، این جرم بالاست. شرک بزرگتر است از قتل کرده. سوم معنیش شرکی که شما میکنین اکبر جرمش بالاست من القتل از قتلی که مومن شما را میکشه در ماه حرام، این بسیار جرمش بالاست. جرم خودم مانده
توبه. یکم تا رو ببینی یک خودش گناه میکنه یک عالم که یک کمی گپ زد باید میگه ولی اینطور گپ زد سعی گناه خود خبر است، یعنی چقدر خودت گناه کردی. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. همیشه از کافرها، همیشه از جاهدین کوشش میکنن فی قتالکم، در کشتنتان، یقاتلونکم کوشش میکنن تا که هدفشان چیست؟ چرا میجنگن میکشن؟ حتی یردوکم عن دینکم، هدف اینمیست تا اینکه بگردانن شما را از دینتان از به طرف کفر و ضلال. اگر این استطاع، اگر توانایی پیدا کنن، یعنی اینا هدفشان نیست که مسلمان کافر شود. قانون از اینا را قبول کن. همین در حلب بمبارد زده رئیسان، هدفشان چی است؟ بشار الاسد من از رئیس جمهور قبول کن، خلاص. اینی میگم اگر اینا قبول نمیکنی اینمی تو حالت است، کشته میره. او را که قبول میکنی قانون کفری را سر تطبیق میکنه. اینا او را قبول کنی در جهنم میری، نکنی کشته میشی. کدامش انتخاب کنی؟ آتش جهنم ابدی است. دنیا خو بیزوام میموری، وقت هم تعیین شده. اگر او تو را نکشم میموری. پس بیا که همی مرگ قبول کنیم، مرگ قبول کنیم ولی کفر نباید قبول کنیم. مرگ قبول کو خیر است، پیش از وقت نمیموری. و این خو مرگی که هستی تو مرگ با عزت، این مرگ نیست، اصل حیات است. از این مرگ، از این حیات خراب به حیات حقیقی میری، به حیات ابدی میری. کی مرگ است؟ پیغام تو میگه فلانی را کشتیم، حالا خودت نمیموری کشتیم، چیق میزنه نه؟ این قدرش کشتیم. و من یرتد منکم عن دینی. حالا دیدی کافرها را الله چی میگه؟ همیشه میجنگه تا کافرت کنه. این جمله خبری است. اخبار الله را باید قبول کنی. قرآن خبر هم است، خب طلب هم است. اگه قبول نکنی ایمان تا دست میدی. الله میگه کافر تا وقت میجنگه که شما را بیدین بسازن. یا چی میگه؟ کافرها تا وقت میگه که ما کمک میکنه که خانه ما بلند منزلای ما بالا بره، سرکای ما جور شود. نه تا کافرت نکنه جور نمیکنه. کافر که شدی با سرک تام جور میکنه. باز با خود سرک چی کنم؟ بخورم، بپوشم، دکلیم بزنم. خامه بسیار خوب است، سرک خامه. این پخته را چی کنم من؟ سرک خامه باشه، دین باشه، برق نباشه، اینمی الکین باشه، بسیار خوب. شیطان چراغک باشه، بسیار خوب. دین باشه. ما دین که بود با سرک هم باشه، بسیار خوب. خوره میخوایم ما. محترم باشه و دیگه بلند منزل هم باشه، ایره خود چی بسیار میخوایم. ولی کافرات ها که بیدینت نکنه و کار نمیکنه. یک روز من خبرها رو زیاد میشنم. یک سفیر سابقه یک کشور کفری بود، گفتن شما چرا افغانستان جور نمیکنین؟ بازسازی و اینا گفته رئیس این جور نمیکنین. گفت فکر میکنم که تا که افغانا به صورت واقعی به طرف دموکراسی نروند و این را نهادینه نشه در وجودشان، گفت من فکر نمیکنم که افغانستان آباد شود. ما گفت خارجی های ما شرایط خدا ندارن، اونا میبینن چقدر پیشرفت کرده مردم افغانستان از نگاه آزادی بیان، عقیده، فحشا و بی‌حیایی و لواطت و این گپا. اگر این گپا زیاد شد باز میایم. من دیدم، من گفتم این آدم سفیر است، سفیر و نمو کلام کشور است. اینطور میگم. من دیدم که صراحتاً میگم، صراحتاً میگه این گپا. ولی میگن نه. دیگه میگن و در ظاهر چی میگن؟ ما که دین تان کار نداریم، ما سرکای تان جور میکنیم، چرا نمیمانین؟ کدام بی عقل باشه که تو بی سرک جور کنی و نمانه؟ از این که آدم احمق یاف نمیشه. کاش که تو سرک جور کنی. تو که اول میای دخترها را به حجاب میکنی، زنا را تو خود گدودی میکنی. گدودی نکو، در آیین ما، در قانون ما، در فرهنگ ما مداخله نکو. اگر ما سرک جور کردن نماندیم، از ما که احمق در دنیا پیدا نمیشه. برق ما را باز بیا، ما خود ما میگیم بیا، ما هم کتید کمک میکنیم. خب باز هم انجینرهای تا روان کالی دیگر چرا روان کردی؟ تو مردم فریب میته. و من یرتد منکم عن دینی فیموت وهو کافر. هر کسی که مرتد شد بازگشت کرد منکم از شما عن دین خود. خب کافر خود کوشش میکنه، یا پول میته، یا پیسه، یا بنام سرک، برچه الله میگه میخواه که شما را مرتد بسازه.
خوشدار است برتان. اگر به خاطر پول پیسه دنیا فشار کافر شدی، باز جای آتش است. هر فشاری که آمد کافر نشی. هر کسی مرتد شد منکم از شما مؤمنین از دین خود بازگشت کرد. یعنی چی معنی؟ کسی قبول کرد از برای زنا با دین خود بازگشت کرد، فیموت مرد و هو کافر، مرگ شما در حال کفر بود، فاولئک حبطت اعمالهم، فقط بطل عمل صالحش برباد شد در دنیا و آخرت. 14 سال جهاد کرده باشی، 30 سال جهاد کرده باشی، حج همه مرتد شدی، کلش هیچ شد، 1 روپیه ارزش نداره، کافر که شدی. در دنیا هم هیچ شد، در دنیا هم خب بعض مردم بد میگه، در آخرت هم هیچ چیز نداری. الله از این نجات بده. حتی میگه که اگر بسیار فشار آمد کافر کلشینکوف این جمان میکشم، بان بکشم، اگر کشت خب بسیار خوب. ولی اگر بسیار بی غیرت شدی با زبان بگو، با زبان بگو چی میخوایی از من، برو قبول دارم، برو. میگه سابق روسا که گیر میکرد، میگه دوست دشمن، نه روسا که میگه دوست ایلاش میکرد، که میگه دشمن میزدش یک مرمی. همون کسی که میگه دشمن درجهش بالاست، ولی این کسی اگه گفته دوست قلبا نگفته، صرف به زبان گفته که خدا نجات بده، همین هم مؤمن است. خب همین هم صحیح است. نه حالا ایمان خب باز در قلب است، خب نمیتونه، ولی اگه کسی قبول کرد، یکم تو رو ببینی همه تو قلبا قبول کرده، فاولئک حبطت اعمالهم، اعمال نیکش برباد در دنیا و آخرت. و اولئک اصحاب النار، اینا آتشیستند، هم فیها خالدون، همیشه میمانند در آتش، هیچ خارج نمیشن. اینا الله میگه دو راه داریم، مرگ است، کافر میکشید، این آتش است، کدامش میگیری؟ آتش هم یک روزه نی. باز چقدر خوبی دیگه است، یکم تو میگه والا مرگ سخت است، مرگ خواه است، مرگ خود ریخته نمیتونی، هر این وقت نه دیگه وقت میه، ولی این مرگ با عزت است، مرگ حیات دائمی است، هیچ درد هم حاصل نمیکنی. پس بین که دیگه همین مرگ قبول کنیم. نهایتش اگر کافر میگه اینی کفر است، ایمان کدامش قبول میکنی؟ ما میگیم ایمانه، میکشه بکشه، زور داره اگر میتور شد، ولی اگر میکشه خودش هم کشته میشه. میال شما میبینین هر جایی که میکشن همونجا کشته میشه، در جای بسیار امن میمرن، الله عذاب میاره سرش. روس مردم در حلب کشت، دیدی که سفیرش چطور زد، از پشت سر قلم یک مرمی زدش، بیخ گوشش برانگاز کرد، نه این تو یک زدن دادش که های دم داخل جای امن مرد، یه عذاب الله بود. بادیگاردش زدش، بادیگاردش باز میکشش، تو نیست که اون نمره، چطور نمیمره؟ تیاره سقوط کرد، 90 چند نفر دیگهش گروپ موسیقی وام میمرن، مرگ خواست. پس کافر هم میمره، اگر شما دردمند میشه اونا هم میشه. شیطان چی میگه؟ شیطان لعین بسیار وسوسه میکنه، یعنی میالی که من این گپا رو میزنم در قلب شما وسوسه میکنه، باش کده باش، این قرآن میگه. خب این گپا رو که میگم در دل شیطان، یعنی میال شما در حالت تردد، چطور کنم کدامشه، این را او را سرک برق کدامش. یعنی شیطان قرآن میگه که و ما ارسلنا من رسول ولا نبی، ما یک نبی و رسول روان نمیکردیم الا اذا تمنا، وقتی که قرآن تلاوت میکرد بیان میکرد نبی قرآن، القى الشیطان فی امنیتی، شیطان وسوسه را در وقت قرائت ازی در گوش سامعین، در قلب سامعینش مینداخت. این که میگه فی تو میگه نکنی قبول، جانت بسیار شیرین است، ای فی جانت نکده، چند روز دیگه هم زندگی باش. انسان هم یک روز غنیمت نشماره، یک دو روز 3 روز، یعنی مرگ آمدنی است. الله میگه که سر کافر 1000 سال بیاد، لو یعمر احدهم 1000 سنه و ما هو بمزحزح، 1000 سال عمر تو را از عذاب الله نجات نمیده، ولی ما شما یک روز غنیمت میدانیم، یک روز خواب، یک روز لیاف، یک روز نان پلاو، میگم همین غنیمت است که ما را از اینجا نکشید. نه یعنی یک روز غنیمت میدانیم، 10 روز 10 ساله. اگر این پدرای ما مرد آن دیگه هم میمریم تو به ترتیب، نه کلگی میرمید. شیطان وسوسه میکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من نمیال درک کردم که شیطان در قلب شما گپار انداخته رئیس. اعوذ بالله بگم چی شیطان بدبختی است. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحیم.
شیطانان با یک قسم نیست که جنی باشه. انسی از اینجا که برآمدین دیگه تو قصه میکنه در گوش چیزایی میگن چطور است از دنیا قسم میکنه. ماشت چقدر کجا خانه گرفتی، کدام بلند منزل، در کدام شهرک هستی، در کجا چطور است. خب ما که همیشه در وطن میرم در جای ما منطقه ما، خب چند است ماش دیگه ندیدیم که بگوید ماش از اینمی پرسان میکنه. در پوانتون است یا چند است ماش. یکم خیشای میگه تو را میگن که 80 1 لک روپیه میگیریم. میگم نه زیادتر است، 1 لک و 10 20 باشه. خب اینمی دنیا بر از او زیاد نشان میده. دیگه تو باید میگه در مسجد پوانتون که هستی خو 1 لک باید برد بتن، زیرو مرکزی است. خبر نه که یک قرآن هم کسی نمیتن. مسجد مرکزی است. میگه گفتم مسجد خو مرکزی است. میگه ما خبر هستیم 50,000 از مسجد میگیری، 50,000 از وظیفت میگیری. گفتم نه کم خبر هستی، زیاد. چه وظیفه داری؟ 4 5 یک وظیفه دارم. از اینجا خارج میشم در اونجا، از اینجا در اونجا. والا نوش جانت میگه. ما خندیم میگیره چی مردم دنیا پرستن. گفتم یک روز نگفتی که باز گفتم گپارا برشان. خب حال نمیگم. یک روز نگفتی که چی کار است، چقدر ظلم است شما علما، وظیفه‌تان چی مسئولیت داری، چی کار کردی. کتاب الله را بیان کردی، سنت مردم تربیت کردی، مردم آگاه کردی، علیه فساد مبارزه کردی. اینو نگفتی که او زندگی ابدی مرتبط داره. اینمی فقط خوراک، اینمی گپا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. بدون شک کسایی که ایمان دارن و هجرت میکنن، والذین هاجروا و جاهدوا جهاد کردن فی سبیل الله به خاطر حاکمیت دین الله، اولئک یرجون رحمت الله، اینمی کسا امید دارن رحمت الله را، عقیده دارن و امید دارن. والله غفور رحیم، الله بخشاینده و مهربان است. حالا الله میگه که خو کافر خود نشین، بهترین ها را براتان بگم کی است. کسایی که ایمان آوردن، ایمان شرعی چیزی قرآن میگه اما عقیده را قبول کردن. والذین هاجروا و کسایی که هجرت کردن، هجرت فارق الاهل والاوطان، از خانواده جدا شد، از وطن جدا شد، از قوم جدا شد، هجرت کردن. صحابه هم تو کردن، نه مکه را احیا کردن، مدینه آمدن. دیگه چی کردن؟ وجاهدوا جهاد کردن فی سبیل الله، جهاد با دشمنای اسلام لیلای دین الله، به خاطر بلند کردن و حاکم کردن قانون الله، به خاطر تحکیم عدالت که نظام قرآن است. عدالت چیست؟ قرآن. اولئک اینمی کسایی که موصوف به می ایمان است، هجرت است، جهاد است. یرجون رحمت الله، امید دارن رحمت الله را. اینی کسا الله میگه اینا امیدوار باشن. نه نماز است، نه دین است، نه دیگه 24 ساعت گناه کرده رئیس چی میگه بخیر جنت میریم. امید هم داره، آسان نیست امید. الله میگه که آمنو هاجرو جاهدو اولئک یرجون، ایمان هجرت جهاد باز امید رحمت و جنت بکن. در غیر از امید نکو، چقدر خطرناک. امیدوار باش یک دفعه داتش برینی، عمل کو، میگه عمل کو. والله غفور رحیم، الله بخشاینده است. کسایی که تقصیر میشه از اینا، رحیم نهایت رحم کننده است. چون که امی جنت که 100% انسان گفته نمیتونه، به این خاطر الله یرجونه میگه، امید داره. یعنی امید است. ایمان در بین خوف و رجاست، در بین امید و ترس. میترسی و امید داری. مثل که مشایخ صاحب گفت، اگر که ما او رسندش ندیدیم، گفت عمر میگه که اگر الله در روز قیامت بگویه که یک نفر جنت بره، گفت من امید دارم که همون ما باشم. نه امید ما مقصد همون یک نفر ما باشم. اگر بگویه که کلگی در جنت بره، یک نفر در جهنم بره، گفت ما ترس دارم که همون ما نباشم. پس انسان در بین چی باشد؟ خوف و رجا. این در قرآن میاتی امی که امید باشه و ترس باشد. این عمال که کردی باز امیدوار باش. بی عمل مردم افغانستانی که عمل نمیکنه، میگه خدا مهربان است، نه ترسان ما را.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سوال میکنن از توی پیامبر عن الخمر، درباره خوردن شراب، و المیسر، زدن قمار. قل بگو ای پیامبر فیهما، در دوی زمیا، شراب و قمار، اسم کبیر، گناه بزرگ است، و منافع للناس، منفعت آمد است برای انسان ها، و اسمهما اکبر من نفعهما، لیکن گناه می شراب و قمار بزرگتر است من نفع ما، منفعتش کرده، پس ترکش کنین. و یسألونک ماذا ينفقون، سوال میکنن چی چیز مصرف کنن، چه قمال خدا نه. قل العفو، بگو اضافگی، چیزی که زاید از حاجتت است مصرف کن. كذلك يبين الله، مقسم بیان میکنه الله برای شما آیات را، احکام را، لعلکم تتفکرون، تا که شما فکر کنین. منافع آخرت دنیا فکر کنین در چی؟ فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. منفعت دنیا را هم فکر کنین، آخرت هم. و یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتکم ان الله عزیز حکیم. سوال میکنن از توی پیامبر درباره یتیما، چطور کنیم مال از اینا را؟ قل بگو اصلاح لهم خیر، اصلاح کردن بر از اینا خیر است. و این تخالطوهم، اگر خلط میکنین مالشان به امرای خود، فاخوانکم، برادرایتان است. والله یعلم المفسد، الله عالم است، میشناسه مفسد، فسادکار، من المصلح، از مصلح. کی مصلح است کی مفسد؟ الله میشناسه. ولو شاء الله لعنتکم، اگر الله میخواست شما را در مشقت و تکلیف مینداخت. ان الله عزیز حکیم، بدون شک الله غالب است، صاحب حکمت است، ولی تکلیف شما را الله نمیخواهد. یک حکم بسیار زیبای دیگر الله بیان میکند، مناسبتشان با ما قبل است. قبلا الله چی را بیان کرد؟ تکالیف صحابه را، مصیبتایشان، قتال از امتهای سابقه را، و ترغیب در کرد مؤمنین که بر تکلیف آماده باشه. هدف مشروعیت قتال بیان کرد که چی است؟ به خاطر حاکمیت دین الله است، اعزاز دین. باز به اصلاح جامعه احکام بیان میکنه الله، که اصلاح جامعه در چی است؟ که شراب نباشه، قمار نباشه. قمار نه، بر اصلاح جامعه احکام بیان میکنه. مال یتیم ضایع نشود در جامعه باید. دیگه در مسائل خانوادگی را بیان میکنه که کافر نکاح نکنین، برای کافر مشرک دخترایتان نتین، زن مریض میشن، زنها مریضی خانوادگی، این را بیان میکنه. 18 احکام باز، 18 قانون خانوادگی را بیان میکنه که در او باز بسیار قوانین دیگه است. تکالیفی را که قبلا بیان کرد، در این باره یک حدیث آمد در ارتباط جهاد و قتال. امام بخاری از خباب ابن ارت رضی الله عنه روایت میکنه که این میگه شکونا الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما شکایت کردیم با پیامبر صلی الله علیه و سلم که امی تکلیفه که بسیار تکلیف زیاد است، و هو متوسط، و رسول الله صلی الله علیه و میگه تکیه کرده بود، بردتن له فی ظل الکعبه، در بالشت تکیهگاهی که در سایه کعبه بود، همینطور رسول الله صلی الله علیه و تکیه کرده بود. و این در زندگی مکی بود، بسیار مشکلات بود. فقلنا، می گفتیم الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آیا از ما بر ما مدد نمیخوایی که الله ما رو مدد کنه؟ تو خود نبیستی، دعایت قبول میشه. الا تدعو، چرا دعا نمیکنی به ما؟ چرا نصرت نمیخوایی؟ ما بسیار در تکلیف ها هستیم. خود صحابه میگه. پیامبر فقال، گفت پیامبر قد کان من قبلکم، بدون شک بود من مؤمنینی که قبلکم پیش از شما بود، یؤخذ الرجل، یک مردش گرفته میشد، فیحفر له فی الارض، باز در زمین چقری کنده میشد، انداخته میشد در زمین، فیجعل فیها، بازی در چقری انداخته میشد، بعد فیجاء بالمنشار، آورده میشد یک عره، فیوضع علی رأسی، در سرش میماندن، در چقری مینداختن، عره در سر میماند، باز زمین تو عره میکرد، فیجعل نصفین، دو تایش میکرد، همین تو در سرش عره را میماند تا آخر عرهش میکرد. تو این ظلم بوده در امتهای سابقه، دو نیمش میکرد. و یمشط بامشاط الحدید، و دیگه شانه میشد با شانه های آهنی که میامدن بدنش میزد، مثل که سر همین تو یک پارش میکرد، شانه آهنی هم تو بدنش، رویش، همه اعضایش.
ما دون لحمی و عظمه، میگه آهن که میامد گوشتش و استخوانش هم میتون میده میکن. ما یسده ذالک عن دینه، ما یسده بند نمیکد را دینش، عریش میکد هیچ، شانش میکد که آهن از دینش نمیکشت. یه حدیث بخاری است. خب رسول الله میتو گفت فی تکلیفات کی سر شما آمده؟ از سر عرا شوید، نه این تو شانه شوید. اگر که در این وقتا ناخونا را کشیدن و بسیار کارا حالی هم میکنن. خب در سوریه کردن، از این که بدترش کردن، ولی از دینش نمیگشت. ما یسده ذالک عن دینی، همی عذاب ها این از دینش بازگشت نمیدن. حال مردم ما شما را یک سری بند کرده ده خلاص دیگه حاجت این گپا نیست. یک دفعه بندی خانه ببرش خلاص. والله بعد از رسول الله قسم به الله لیتمن الله هذا الامر، الله پورا میکند، کامیاب میکند این دین را. قسم خود که دین الله کامیاب میکند. حتی یسیر الراکب من صنعا الى حضرموت، تا اینکه یک سواره اسب سوار یا شتر سوار میرود از صنعا تا حضرموت. صنعا که پایتخت یمن است، حضرموت هم در سعودی است، بخش. لا یخاف الا الله، غیر از الله از هیچ کس نمیترسه. یعنی تو امن میشه. اشاره بس بشارت داد اینجا فتح میشه، تو امن میشه. و ذئب علی غنمه، و این ترسم یکی از الله میترسه دیگه گرگ در گوسفندش نبیه خلاص. ولکنکم تستعجلون، لیکن شما عجله میکنین. رسول الله صلی در بیت الله تکیه کردم، همین گپا را گفت. کل این گپایش متحقق شد. مسلمان عمر رضوانی را دید از چشمش اشک میره وقتی که دو امپراتوری را شکست داد. یمن و صنعا را بان کرد، هر جای میرفت مسلمان ها امن و امان. گفت عجله نکنین، ما شما هم عجله میکنیم. نه اینمی گپی که رسول الله هم گفته وقت مسلمان ها دید والله داینده همین تو پس میشه، اینمی بعد از ما شما میشه، یا در زندگی ما یا بعد از ما. باز اینمی تو هست، احادیث هست، بشارات هست. حتی زنده ها میگه کاش که مرده زنده می بودن. این مؤمنین که می دیدن زندگی را، باز مسلمان ها دنیا را رهبری میکنه، والله که میکنه. باز مسلمان ها دنیا را رهبری میکنه، کافر ها شکست میخوره. کلی نمی زندگی و دارمدارش مربوط ما شما میشه. ولی این ناقی جنگ کده رایستن، خدا مردار کده رایستن. ناقی ها خدا ما را بدنام میکنن، وای که شما ایتوست، گاهی میگه ترورست، گاهی میگه دهشت افغان، گاهی میگه افراطی، گاهی میگه مختلف چیزا میگه، در حالی که ما بخیر کل دنیا هستیم. دین ما خود ما بخیرشان هستیم. الله در قرآن سنت میگه که اگر مسلمان نباشه کافر یک گلاس آب هم نمیته. حدیث این میاد که اگر در روی زمین لا اله الا الله گفته نشه قیامت برپاست. کافر یک لقمه نان خورده نمیتونه. اولیا که در بلند منزلا میگردن مؤمنین است. مؤمن خلاص شد دنیا میخوره برهم. دیگه این تکلیف ها میآید. شما مشکل باشین، تکلیف میآید، ضعیف نشین، ورخطا نشین. میشه انسان ورخطا میشه، تکلیف، ترس، حیبت، رنگ سرخ، زرد، ولی در اراده ایمانت قوه دهی تاثیر نبید، دهی خلال وارد نشه. اینی مهم است، اینی می کار نشه. یسالونک سوال میکنن ای پیامبر عن الخمر، از شراب سوال میکنن. خمر مسکر است، نشه کننده، از جمله این مایات است. چون این خمر میگه عقل میپوشانه، اینه که زیاد خودی هیچ نشه میشی، عقلت هیچ میشه. میسر قمار میگه، اصلش از یسر گرفته شده، یسر آسانی، قمار هم که است با آسانی میگه، ایسو کوسو پرتو این قپیسر ایسو میگه، هیچ نه کار است نه با. در یک روز ببینی که 10,000 ایسو کن، در دیگر روز ببینی یک لگه طرف کن. عفو به معنی زیادت، آنچه که از حاجتتان زیادت زاید است. عنت مشقت گفته میشه، تکلیف مشقت. سبب نزولش این بود که جماعت از انصار به امرای شان عمر هم بود، پیش رسول الله سلام آمد، گفت فتوا بده ما را در قمار و شراب یا رسول الله، بسیار تکلیف به ما پیدا کردگیست. الله یا اطار روان کرد. یسالونک سوال میکنن از شراب، یعنی خوردن شراب، قمار زدن. ای محمد، ای رسول الله،
حکمش چی است؟ قل بگو از برای از اینا فیهما اسم کبیر، در استفاده از شراب و قمار گناه کلان است، گناه بزرگ است، ضررش زیاد است. شراب میخوری، قمار میزنی، ولی و منافع للناس، منفعت هم داره، منفعت مادی داره. مثلا تجارت میکنی، یک چیز که ضررش زیاد باشه الله او رو حرام میکنه. یا کسی شراب کم بخوره میگه خونه صاف میکنه و چی میکنه و چی میکنه. نه، کم کم استفاده کن. زیادش خرابی میکنه، کمش خونه. ولی زیادش که هست مریضی ها رو میاره، حال می سرطان اینا از شراب میاد. منافعش در تجارت اینا است. و اسمه ما اکبر من نفع. امی قسم امی چیز هم هست، چی میگه؟ پودر هم منفعت داره، ضرر منفعت هم فروشه، ضررشان هم میکشه انسان، با تدریج میکشه انسان. چرس هم منفعت در موسا تو را چه نشه میکنه و فکرتم تو چی هست؟ گفته خودم چرسیانه خمار است و چی هست. با چند وقت بعد که باید ببینی اون ضررش بسیار زیاده، اعصاب خود از دست میته، یاد حافظه را از دست میته، دیگه مرضام داره. یک چرسی را میشناسه می حافظه نداره، هر چی که بگویش هیچ. و هیچ از انسانیت انسان هم میکشه. اما چه یک نفر گفته بود چرسی سړی نه سړی، یک آدم بود چرسی بود نماز میخواند، ما فکر میکردم خوب آدم است. یک جای تعریف کردم گفتم من تا چرس هم میزنه ولی خوب آدم است، اونم بخشش خرابه. گفت که نه، گفت چرسی سړی نه سړی، راستی هم تو بوده. با پسان دیدیم می تو خراب بوده، ای تو خرابی میکرد. نماز میخوانه قارش که شد باز کفریات میگه، الله را دشنام میده. ای تو بیدین همی چرسی شرابی هم میتوست دمای چند دفعه کافر میشه چرسی و شرابی. همین قسم پودری. و اسمه ما اکبر من نفع ما، اسمش ضررش بزرگتر است از نفعش کرده. عقل زائل میشه، مال میرود، بدن مریضی میشود. قمار که از خانه ها را خراب میکند، دیگه نظام خانوادگی را از بین میبرد، دشمنی پیدا میشه، آدم کشی میشه. قماربازا چقدر بین خود میجنگند. حتی قمارباز دیدیم دختر خود قمار زده، زن خود در قمار زده، زن خود گفته من طلاق میتم به زن داده، دختر داده. از این که دیگه دوسی این در نتیجه قمار است. و یسالونک ماذا ينفقون، سوال میکنن چی را مصرف کنن، چی را بانن و چی را مصرف کنن، چقدر به خود بانن. قل بگوی پیامبر انفقوا، مصرف کنین العفو، عفو یعنی الزائد من الحاجه، فاضل از حاجت، از حاجت اضافه مصرف کن. چیزی که شما ضرورت دارین نکنین، نفستان ضایع نکنین، به جانت بان، ضروریات تا پورا کن، اضافه از ضرورت مصرف کن. ما شما بسیاری ما اضافه ضرورت هم خزانه میکنیم، نه همین خزانه کردن بسیار چیه. بعضی از اینمی آیت استدلال کرده ابوذر میگه هیچ زیادتگی مال نمانی. خب مال زیاد میگه گناه داره. دو خانه دار یک شب باید بته به مردم، دو موتر دار یک شب بته. یکم تا ببین در خانه 4 موتر استاده، خودش یک فامیله، چی میکنین؟ گایش میبرم گایش نه، یک دانه دیگه شبته به مردم، اضافگی است. خانه زیاد داری دیگه شب به مردم بته، به مؤمنین بته. مال ضرورتت پر است، اضافگی شبته، صدقات کو، خیرات کو، نفقات کو. كذلك يبين الله لكم الآيات، امی قسم بیان میکنه از برای شما الله احکام و قوانین را، منفعت و ضرر میگه، حلال و حرام، لعلکم تتفکرون، تا اینکه شما در کار دنیا و آخرت فکر کنین، بفهمین که بر دنیا که بسیار مصرف کنی فانی است، آخرت که باقی است. در راه آخرت زیاد مصرف کو. عاقل کدام انتخاب میکنه؟ یک چیز دائمی را انتخاب میکنه. مثلا یک کسی را بگوین در اینجا وظیفه میگیری برای 1 سال است ولی ماشت 40,000 اما 1 سال، اینجا وظیفه میری 20,000 است اما تا که زنده هستی است، کدامش انتخاب میکنم؟ گم میگه 40,000 هم دیگهش خوب است، بکشش دو دیگه وظیفه نمیره. اینمی میگه باشد. عاقل یعنی یک چیزی که دائمی است او را انتخاب میکنه.